وقتی که من همین کار را کردم، همین امر را قبول کردم، بسیار وضعی بود. خطر گرسنگی تهدید میکرد. اگر نمیکردیم گرسنگی، طالبان‌ها را در همان سال‌ها چی میدادند؟ صبور. من وقتی 75,000 گکتار را تقسیم کرده دادم و مردم را از همه چی آزاد کردم. چی که میتوانید برای پیدا کردن رزق و روزی خودتان کش کنید، یگان نبود انداز، یگان وی باج خراج باید نباشد، زندگی را پیش بردن در کار. الا همین رهانید. مردم را از خطر گرسنگی رهانید. امروز روزی جشن است، من را میباشند بعضن دوستان. همان روزها بعضن حتی اعضای حکومت غیرت نداشتند، در جاها رفته برعکس میگفتند حالی بیستین شما، حالی رحمان وقتی کپیتالیزم کردیسین، زمین دادیسین، حالی بیستین اتفاق سویتی برقرار میشود، همه تانه محبت میکنند. شکرانه که به این روز رسیدیم. شکرانه میگویم. سالهای اول سفر میکردیم به شهر نویا، حتی راستشان رفته هم نمیتونستیم نزد مردم. نان میگفتن. محترم رئیس نان. گاز نمیگفتن، برق نمیگفتن، معاش نمیگفتن، نان تی. اردو گندم تی، آرتی. حاضر این چی نیست؟ حاضر میگه جناب یاری محصولاتی ما را فروشن گیرن از سر زمین. در شهر ترسوزاده یک دهقانی اصیل که من رفته در آنجا گرخانه های آن را کشادیم و در دهه آن رفته باز مکتبی نو را کشادیم. من پرسان شدم اینا که صاحب کاری وطنی، جناب عالی من ساختم حسابی در آمدم برای مکتب بچه های همین دهه. چگونه احسان نگوییم؟ چگونه؟ با یاد میارم من روزا را اکثریتون میدونید شاید شنیدگی باشه. روی آن حاضر باختر لیوکان شهری کلاب بنیاد میکنیم. شروع کردیم، رفتم خودم اشتراک کردم، رای آهن را ساختیم. بعداً سابق را برای همون دوره جمهوری را کار محکم شد روانه. عزت الله حیایچ آقای مظهر پالایچ بودند، سلطان میرزا شاه بودند، خیلی طبعا نظرش همراهی کردن، دعوت کردم. وقتی که در دنگره گذاشتیم و در منطقه گلستان در اولیمتای بعد این طرف و طرف از شتا نگاه کرده ایستادن کار محکمش. بعد طرف عزت الله گفتن که آقای نظر پدرش گفت کار محکم عزت الله میشه دست کو؟ گفت که ها میشه دست. خیلی رفتیم تا شهری کلاب. یایی که راه کلاب قلعه خم شهری خارو کلمه دیودره قاضی دولت قایمداد و در اینجا حضور دارند. 10 مراتب رفتیم ما با تا همان جای دیودره که جای خرقتی از خطی ماشین پیاده بد رفتیم دیدیم حتی بیا سر میکنیم در همون جلسه 24 ولی که این راه را ممکن نیست. راهسازای لایحه‌کشای گرجستان دعوت کردن که شما بینین همین راه را کردن ممکن است یا نه. اونا در همون چه وای دادن که زکرچه دادن که این راه را هیچ ممکن نیست. رفتیم یک تراکتوری فرما میکردگی دیتی 75 اینا روان کردیم. یک چند ساختمان چی روان کردیم بیا خودمون سر میکنیم. بعد از پای میره نشان دادن در کار ما از قفای سرمایه و از قفای مبلغ هر کار سرشویش است دیگرش هم میشه مثل نقوی انضاب کار سر کردیم. بعدا روزیش رسید که کارها تمام شدند. یک گروه شاعر و نویسنده را همراه خود بردم.
از آن جمله شادروان مومی قناعت که زادگاهشان در همین ناحیه و این در صدها مراتب از زیر آب گذاشتگی بودند. دیودره، برای که دیودره برای اونا کردند که هر سال صدها نفر در همینجا قربان میشدند. بعد رفتیم با چرخبان، بعد آمده شیشتیم در همانجا. بعد همونجا نامش هم گفتم که همین دیودره گلدارش در درخت شوندیم، رسم گرفتیم. باور نکردن که همین دیودره است. امروز من برای چی میگویم؟ امروز 90% ساختمانچیان و کارمندان انجینر تکنیکی نیروگاه برقی آبی راغوند را خودی متخصصان تاجیک‌ها ساخته ایستادند. این من برای چی به یاد آورده ایستادم؟ دائما ما میگویم کار نمیشدگی در دنیا نیست، فقط ذوق داشتن نمانده کن. ذوق داشته وطنمان دوست داشته نمانده کن. صدقاً دوست داشته نمانده کن. با امیدی هیچ کس نشویم. یگان نفر خارجی، یگان دولت دیگر آمده دولت ما شما را، خانه ما شما را آباد نمی کند. هیچ کس. اینا من صدها بار گفتم. در یک مهلت کوتاه مثلا نیروهای سربند را امسال با صرف 136 میلیون دلار به اتمام میرسانند تا آخر سال و اقتدار آن از پیشینش هم 50% از بین رفته بود. باز 45 مگاوات دیگر زیاد میگردد و نیروگاه برقی آبی نارک در مورد ما حالا شروع کردیم 350 میلیون دلار مبلغ در فاز یکمش و دویمش 700 میلیون دلار خراجات می شود. در صورت پورا با تجدید کردن غیر همون 100 دیگه همه چی از نو می شود. 650 مگاوات زیاد می شود. خود نیروگاه برقی قیراقون زیاده از 40 مگاوات زیاد می گردد. خودش 120 مگاوات است. همونا بگویم که اقتدار پورش کار نمی کند. در زمان صاحب استقلالی اقتدار انرژتیکی مملکت تدریجاً زیاد گردیده از 4044 مگاوات سال 91 به 6131 مگاوات در سال 2020 رسانیده شد. در نتیجه کارهای عملی گردیده نظام یگانه انرژتیکی مملکت تشکل یافته. محدودیت تامین اهالی باور در فصلهای تیرما و زمستان برطرف گردید که این نیز از دستاوردهای نظررس دوران صاحب استقلالی می باشد. خاطر نشان نسازند که بعد پورا به کار درآوردن نیروگاه برقی آبی راغون اقتدار انرژتیکی تاجیکستان به زیاده از 9781 مگاوات می رسد. یعنی 60% می افزاید و ما به استقلال کامل انرژتیکی نائل می گردیم. حالا ما چندی سال می شود، مثلا این سال هزارها مگاوات گیم که قوه برق به کشورهای همسایه انتقال داده ایستادیم. حالا همه میشه بروزان هم خودمان تامین کرده ایستادیم، هم صادرات کرده ایستادیم. امروز تاجیکستان در ارزیابی دسترسی به قوه برق در تحلیل‌های فورم جهانی اقتصادی جای دوم را اشغال نموده از روی فائز استحصال انرژی سبز ششم کشور پیشرفت سیاره می باشد و بعد پورا به استفاده دادن نیروگاه برقی آبی راغون باز دو زینه بالا رفته مقام چهارم را اشغال می نماید. تاجیکستان در بهداشت وضع اکولوژی منطقه و سیاره وابسته به حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ای نیز یکی از جاهای بلندتری را اشغال می‌کند. زیاده از 111 هزار خط می‌کنند
муассисаҳои таълими мактабҳои миёнаро 215 ҳазор наврасон кӯдакон ба синфи якум мераванд. 2,5 афзоиши аҳолӣ анами шабу рӯзҳо. яъне мо боз ҳазорҳо иншоотҳои ёки муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои томактабӣ бунёд карданамон дар кор аст. ҳамзамон бо ин дар кишвар 78 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ бо фарогирии 87 000 нафар донишҷӯ фаъолият дошта вобаста ба талаботи бозори меҳнат аз рӯи сатҳо ихтисос мутахассис айёр мекунанд. агар соли 1991 шумораи муассисаҳои таҳсилоти олӣ ҳамагӣ 13 ва донишҷӯён 70 000 нафарро ташкил карда бошад, имрӯз шумораи муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба 41 ва донишҷӯён ба 145 000 нафар расидааст. ин дар дохили кишвар. ба шумо ҳозирини муҳтарам, мо омӯзиши забони русӣ ва англисиро барои миллати худамон босавод гардонидан ва 2 забон русии англисӣ аз 6 забони муоширати байналмилалӣ аст ки созмони милали муттаҳид тасдиқ кардааст. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.